و اینو برای اونایی میگم که حالا دوست دارن داخل GTA سن ماشین خرید فروش کنم. یعنی این قسمت نقشه باید همچین تابلوی مواجه میشین، البته که باید ماموریتش رو رفته باشین و میتونین اینجا ماشین بخرین و بفروشین. در واقع بعد این ماشینایی که روی تابلو گفته رو براش ببرین و بذارینش داخل اون علامت قرمزی که اونجا هست. الان چون ماشین جای اون علامت قرمزه، الان علامت قرمزی نیست، بیاین از این آهن ربا استفاده کنین و بذارینش اونجا که حالا فکر کنم بتونید پولی هم میده. و این دیگه خیلی هم میدونن باید ماموریتش رو رفته باشه. ماموریتش هم که یکی از جزء ماموریت‌های فرعی سیزر داخل شهر دوم. این که حالا من این ماشین رو مثلا گرفتم، هر روز ماشین مخصوص به خودشو داره و هر چقدر ماشین‌های بیشتری ببرین میتونین ماشین‌های متفاوت تری بخرین. این ماشین انا برای من هر بلایی میخوام سرش میارم چون خریدمش. به همین راحتی میتونین خرید و فروش کنین. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارین.